برادران عزیز و گرامی، اکنون من مراجعت مام همینه که برادرایی که صدای مرا میشنوند باید که دعوت یا پند و نصیحت چنان باشد که مردم عاشقش باشند. مردم شنوند که مقصد فلانی آمده است در فلان خانه، همه کار بارشا پرتویا بگه برم یک صحبت گوش کنم. اگر یک بار دو بار تو اونها را خیلی حکم به کفر دادی و توهین کردی و حقارت کردی، میگه رنگ خچم در گور، گپشم در گور. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اکنون در این بابت صحبت های خیلی زیاده. حضرت لقمان الله مهربان در قرآن در خود سوره لقمان میاره، میگه حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بچه جان گفت نماز زکات بخوان. بچه جان گفت کجای در رفتی نشستی امر معروف و نهی منکر بکن. ولیکن بدان که ایستادگری در راه کار خدا و رسول و شریعت بالای تو مشکلات ها و زحمت ها و سختی ها میاره. بچه‌م صبر کن، سیا پاداشی بزرگ میگیری. در دامش گو ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور. نصیحت ها را به پدرها فرزنداریم، نصیحت های زیبای لقمان الله را خوش آمدگیه. این لقمان چند عصر پیش گذشتگیه. بچه‌م هیچگاه در روی مردم رو تا ترش نکن. با مردم با چهره تازه نگاه کن. وقتی بچه جان تو بچه حضرت لقمانی، تو هم علم داری، در کتابا میگن حضرت بچه‌ش هم با علم بود، بسیار شهرتی بلند داشت. وقتی راه در که رفتی یکی ای حساب علم دارون گفته دیگه تری پا تا کتا کتا نمان، هیچ وقت تکبرانه ره نگرد، خدا برتری از دیگران ندان. شاعرها میگه کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کی میداند؟ در بین همین صحابه پیغمبر نازنین گفت که وقتی سعد ابن معاذ ای دنیا گذشت عرش خدا جنبید. در بین همین صحابه که خوب جلیل القدر بودن، حتی بدری بودن، لیکن سعد ابن معاذ وقتی ای دنیا گذشت گفت عرش خدا جنبید. گفت یک روی مالچه گفت سعد ابن معاذ، ببینین یک نمالچهش ای دنیا و آنچه در دنیای بالاتر و بهتره. یک نمالچه که بنیش تازه میکرد. حتی ملائکه ها وقتی آمدن حضرت رسول اکرم سعد که وصف کرد با مردم رسانید فضیلتاش، دشمن ها آمدن تابوچه برداشتن که سبکه کهی. بعد ایراد گرفتن گفتن هیچ وضع نداره. و پیامبر گفت که آخی اونا میدانستن که برای چی وضع نداره این سوال نمیدادن، اونا هم تا دستی ها بودن. این ملائکه ها برای برداشتن او جنگ میکردن و دستی ملائکه ها بودن. لیکن کی میدانه در پیش الله مهربان که قیمت فضیلت و بزرگیش بلنده یا پست. گفت بچه‌م گفت هیچ وقت در راه تکبرانه ره نگرد. این الله لا یحب کل مختال فخور. زیرا خدا همین متکبر را دوست نمی‌دارد. کسی که اگر همین کتگی میکنه، خواه ای علمش، خواه ای منصبش، خواه مقصد از پولش، خواه از قدرتش، از هر جهتی که وقت برادر خود وقت زوز من صوتی بچه هم وقتی سخن میگوی آهسته سخن بگو. این انکر الاصوات لا صوت الحمیر. زیرا بچه هم میدونی که از همه آوازی که دلگیره آوازی خره، یعنی همون آوازها و همون دغلی و درشتی که ما داریم نسبتش داد با آوازی خر.
برای همین برادران عزیز و گرامی، دعوت هم مقصد مال هر کس نیست. همین آدمایی که وقتی احساسات داده میشن یا بیمارن، نمی چه خیلی آدم پروا نداره باید از سر رول نشینه، یا انا پروا ندارن، یا حق مقصد بیان کردن ندارن، زیرا که اینها مقصد از برآمداشون خیر نمیارن. سوالی هم آدم همین روز برای من بود، بسیار بسیار راستی که ما صحبتی دراز کردیم. یک توده مقصد بچه‌ای بودن، حضرت خیلی ناراحتی کردن، خیلی غمگین شدن. ما در شهرهای روسیه بودیم، حتی شهری رفتیم که یک قسمت مردم اگه خیلی نامعلوم دیگه چند هزار آدم های. یک نفر ایجاش بلند شد گفت که بابای حاجی ای روزه که همین مسجدی ما در این مولوی ها نبودن تینجی ساز بودیم، این همیجا گو مولوی ها آمدن گو روز نداریم. یعنی هر روز این همی یک کشاکش، یک نافهمی و این همی هر کی برای نفس خودش یک چیز میکنه. بین ما آدم بسیار سخت میرزه که وقتی یک آدم میره در یک جا میخونه مهنت میکنه عنوان مولویگی میگیره و میان مردم میگه من مولوی بیزارم. همین دعوت های ما برادران، ولی یک قصه را خوانده بودم، میگه هارون الرشید یا خلیفه مسلمانان بود که میگه وقتی که در همون حجرش بود، میگه یک نفری میگه پیش در آمد، اکا همون شاید همون بگیم نصیحتگراش بودن، پیش در آمد و پرسید. هارون گفت عصر تا خوانده؟ گفت نه نخواندم. ولی وقت بوده که هارون الرشید که نمازش ترک نمیکرد، از بس که کارها و شاید مشغولیتش زیاد بود تأخیر کرد. میگه ای همی دیگر سستش نمان، همین گفت و گفت و گفت و گفت، شاید برنامه نادرست بود. ولی من بسیار جاده میگم که آخی آدم به یک طریقی باید دعوت کردن در کار که همون آدم با میلش پیدا شود. من خودم شاهدم، آدمایی بود که بار اول در صحبت شتگی بودن، بار اول که پهلواش میگفتن که به خدا قسم اگر بسم الله را میشنید یا دیسک یا کاسیت هم میگفت ماشین میپرتافتش. بار اول شیشت است، وقتی گوش میکنه خودش همونجا میگه که پگه خانه ما میه. این قدر در دین مقصد سخنهای نغز بوده، این قدر در دین سخنهای زیبا بوده. هارون الرشید وقتی این سیاست چی میکنه، بعد هارون الرشید که آدم دانا بود، با سواد بود، بعد طرف همون مردک میگرده و میگه که انا خودت بهتری یا موسی؟ من میگه البته حضرت موسی که من خاکی پای موسی میشم. بعد میگه من گنده و بدترم یا فرعون؟ من میگه البته فرعون یک بدبخت بود، شما خلیفه مسلمانه. خیلی در داری گفت که همون آیت سوره طه را بخونی. آخی فرعون همون موسی چه دعوت کرد؟ اما فرعون نیستیم که، یعنی نمیشید مقصد خیلی محلش تأخیر کن. حضرت مقصد وقت رفته سه یکی مبادای نمازی اصل ترک نشد، بس آدم میفهم دیگه خودش میفهمه. همین راه های دعوت هم برادرای عزیز بسیار در ما و شما مهم است. کسایی که همین که پیدا شوند و بعد دیگر هر یک مسئله و مسائل بعد همین خیلی سخنهای کفر تو این تری بدبخت شدی و تو مثال بدعتکاری و تو فلانی و دیگری، همین چیزها برادرها برای ما و شما خیر نمیاره.